سلام، خوش اومدین به اولین ولاگ من سفیده هستم. 28 سالمه، مشهد به دنیا اومدم. لیواناتون رو آماده کنیم، قراره که با هم دیگه صحبت کنیم و غیبت کنیم. واقعیتش من مدتی بود که به این فکر میکردم که کانال یوتیوب بزنم، اما فکر میکردم که حرفی برای گفتن ندارم. بعد از یک مدت یه سری اتفاقات به این نتیجه رسیدم که شاید بد نباشه که یه سری صحبت ها رو انجام بدم یا اینکه یه سری تجربه ها در اختیار شما قرار بدم. از این قراره که تو این کانال 2 مسیر رو در پیش بگیریم. یکی این که قراره که یه سری ولاگ روزانه داشته باشیم از زندگی ساده، یه سری اتفاقایی که توی زندگی معمولا آدما میفته. به عنوان یک خانوم معمار که بیشتر کارش در رابطه با آقایونه، شاید که بد نباشه که از سختی‌های کارم بگم، از اتفاقایی که توی این چند سال افتاده، چون تقریبا حدود 7 ساله که من دارم کار میکنم. من درس خوندم، 4 سال دانشکده معماری درس خوندم و بعد از اون باز دوباره درس خوندم. پروانه نظام مهندسیمو گرفتم و شغلی که برای خودم انتخاب کردم مشاوره بود توی حوزه دیزاین و احساس میکنم که حالا شاید بد نباشه که یکی از مسیرهایی که این کانال قرار در پیش بگیره مربوط به رشته‌ام باشه. یعنی اینطوری باشه که یک سری ولاگ هفتگی داشته باشیم از اتفاقایی که توی اون هفته میفته، از یک زندگی ساده و یک اپیزود، یک قسمت هم داشته باشیم مربوط به رشته‌ام، از حالا بررسی یه سری مقالات، از معرفی کتاب، ولی خیلی ساده و خیلی به زبان ساده که شما هم بتونید تو زندگیتون استفاده بکنید. برای کسایی که به هنر علاقه دارن مثل من، برای کسایی که دوست دارن خودشون خونه‌شون رو چیدمان کنن یا بتونن چیدمانشون رو تغییر بدن. فکر میکنم که این موضوع برای همه تقریبا جذابه. میتونم اینطوری بگم که حالا برای یه سری از بچه‌هایی که دوست دارن که در آینده هنر رو انتخاب بکنن، شاید این ویدیوها به درد بخوره، به عنوان اینکه بدونن که توی این راه چه سختیایی قراره بخوان که باش روبرو بشن. من واقعیتش اون زمان، یعنی 16-17 سالگی، مثل بقیه خانواده‌های ایرانی خیلی اجازه نداشتم. یعنی به این صورت بود که میگفتن که درستو بخون، کنارش هنر ادامه بده. ولی خب من باز هم پافشاری کردم. انتخاب اول خودم در واقع موسیقی بود، ولی به عنوان یه دختر، اونم توی شهر مذهبی، خیلی امکان پذیر نبود. بنابراین به گفته مامان بابام تجربی خوندم، اما بعد از یک مدتی احساس کردم که واقعا این داستان برای من نیست. یعنی روحیم با تجربه ریاضی خیلی همخوانی نداره. بنابراین تصمیم گرفتم که از اول معماری بخونم و شاید توی اون برهه یه مقدار سنت شکنی کردم که با توجه به اینکه حالا درسم هم خوب بود، بد نبود، ولی تصمیم گرفتم که از اول اون کاری رو انجام بدم که دوست دارم. و از اینکه درس خوندم، دانشگاه قبول شدم و خودم رو بیشتر شناختم، احساس کردم که آره این کار منه. شاید بتونیم راجع به اینا صحبت بکنیم که حالا این میتونه یک کلا قسمت جدا باشه، یک ویدیوی جدا باشه، یا راجع به تجربه کاریم صحبت بکنم که اینکه اصلا چی شد که تصمیم گرفتم که کانال یوتیوب بزنم، چرا از کارم اومدم بیرون، چه اتفاقایی افتاد. اون خیلی ریز جزئیات داره و خب چون تازه تموم شده خودم هنوز خیلی حس حال اینو ندارم که بخوام راجبش صحبت بکنم. احساس میکنم که باید یه خورده خودم زمان بدم. البته که هنوز جهت کانالم خیلی مشخص نیست، یعنی مطمئن نیستم که قراره چه مدل ویدئویی تولید بکنم، یا اینکه اصلا کسی هست که بپسنده این مدل ویدئویی که من بخوام راجبش صحبت بکنم، یا با هم دیگه بریم سر پروژه ها رو ببینیم، چالش ها رو ببینیم. غیر از اونم احساس میکنم که شاید مثلا بد نباشه که یه قسمت از ولاگا مربوط به این باشه که از دیدگاه یک کسی که معماری خونده یا هنر خونده، شهر چی شکلیه.
یعنی قراره که اون چیزی که من میبینم چیه، اون چیزی که معمولا بقیه آدم رو میبینن قراره چطوری باشه. این خیلی مطمئن نیستم، راجبش تصمیم نگرفتم واقعیتش. بستگی داره که ببینم که اولین ویدیو قرار چطوری پیش بره، یعنی قراره که خوب باشه، قراره که مورد پسندتون باشه. اگر که نظری دارین راجع به این که چه مدل ویدیویی من تولید بکنم مورد پسندتره، قشنگتره، حتما میشنوم. اگر که دوست داشتین که ادامه بدیم این مدل ویدیوها رو، حتما سابسکرایب کنین یا بر من کامنت بذارین. من اینستاگرامم دارم، اینستاگرامم اگر دوست داشتین میتونین اونجا من دنبال بکنین. فعلا خیلی دوستتون دارم.